تمرین منبسط و منقبض کردن اعضای بدن شما. هدف از این تمرین ایجاد آرامش به صورت مستقلی و توسط خود شما می باشد. این تمرین جهت کمک به دیگر مداوای روحی و جسمی در نظر گرفته شده و جبران کننده آنها نمی باشد. این تمرین منقبض کردن یعنی سفت کردن و منبسط کردن یعنی شل کردن اعضای بدن هستش. از طریق این تمرین میتونیم یاد بگیریم که چه تفاوتی داره که اون موقعی که بدنمون رو سفت میکنیم و اون موقعی که بدنمون رو شل میکنیم چه احساس مختلفی بهمون دست میده. از طریق انجام این تمرین میتونید به بدنتون کمک بکنید که به آرامش برسید. و این تمرین به این صورت انجام داده میشه که اول عضله رو منقبض و سفتش میکنید و بعد از این که عضله سفت و منقبض شد شل کردنش و منبسط کردنش آسون میشه. موقعی که دارید این تمرین رو انجام میدید اگه احساس خوبی بهتون دست نداد هر لحظه‌ای که خواستید میتونید این تمرین رو قطع بکنید. الان اگه روی صندلی نشستید یا اگه دراز کشیدید یه جوری بشینید یا دراز بکشید که واقعاً احساس راحتی بکنید. این تمرین رو میتونید با چشم‌های باز یا چشم‌های بسته انجام بدید. و اگه این تمرین رو با چشم‌های بسته انجام میدید در هنگام انجام این تمرین هر وقت دوست داشتید میتونید چشماتون رو باز بکنید. و موقع انجام این تمرین سعی کنید که به صورت یک نواختی و آرامی و بدون هیچ عجله‌ای نفس بکشید. وقتی یه عضله‌ای رو دارید سفت و منقبضش میکنید خیلی آروم عمل دم و تنفس به داخل بدنتون رو انجام بدید. وقتی که عضلاتتون رو سفت و منقبض میکنید خیلی آروم عمل دم رو یعنی تنفس به داخل رو انجام بدید. و هر وقت احساس کردید که آروم شدید عمل بازدم یعنی تنفس به بیرون رو انجام بدید. و اگه احساس کردید که سفت کردن و منقبض شدن عضله احساس خوبی بهتون دست نمیده میتونید بلافاصله اون عضله رو شلش بکنید. الان دست چپتون. این تمرین رو
به این صورت میتونید شروع بکنید که این تمرین رو به این صورت شروع بکنید که مچ دست چپتون رو فشار بدید و تا اونجایی که میتونید مچ دستتون رو فشار بدید و مشتتون رو گره کنید. همینجوری که مشتتون رو گره کردید فشار بدید. یه احساس تنشی توی دستتون میکنید و سعی کنید که آروم بمونید. الان میتونید دست چپتون رو شل بکنید و انگشتای دست چپتون رو صاف و شل نگه دارید. و اجازه بدید که دست چپتون کاملا شل و حالت سنگینی خودشو داشته باشه. و به این توجه بکنید که موقعی که دستتون رو دارید سفت میکنید و بعد از اون شل میکنید، اینا با هم چه فرقی و تفاوتی دارن. الان نوبت دست راستتونه. دست راستتون مثل دست چپتون مشت رو گره کنید و فشارش بدید. همینجوری تا اونجایی که میتونید مشت دستتون رو بهش فشار وارد کنید و دارید احساس میکنید که چه تنش و فشاری توی مشت دستتون هست. و الان دستتون رو آروم کنید. مشت دست راستتون رو و انگشتان رو همینجوری شل و آروم نگه دارید. و همینجوری که عمل بازدم رو انجام میدید، بذارید که آرامش دست راستتون بیشتر و بیشتر بشه. احساس آرامش بکنید. و همینطور به این توجه بکنید که وقتی دستتون رو شل میکنید و سفت میکنید، چه تفاوتی بین این دو احساس وجود داره. الان هر دوتا دستتونو از مچ به پایین، یعنی مشتا رو گره کنید و فشار بدید. به صورت خیلی آرومی و یک نواختی نفس بکشید و مشتای دستتون رو بهش فشار بیارید. و همینطور دارید احساس میکنید که دارید فشار میارید. الان به صورت خیلی آرومی عمل بازدم رو انجام بدید و نفستون رو به بیرون بدید. و هر دوتا دستتون رو تا اونجایی که میتونید شل نگه دارید. و نفستون رو خیلی راحت و با آرامش انجام بدید. و اجازه بدید که اون فشار و تنشی که توی دستاتون ایجاد شده از دستاتون، از انگشتای دستاتون
خارج بشه و انگشتای دستاتون رو صاف نگه دارید. الان یه احساس خوبی، یه احساس گرمی توی دستاتون و توی انگشتاتون احساس میکنید. الان میتونید تا اونجایی که میتونید دستاتون رو شل و شلتر نگه دارید. الان تمرین پای چپمون انجام میدیم. و این تمرین رو مچ پای چپتون رو به طرف خودتون، یعنی به طرف بالا، نگه دارید. و همینطوری که دارید فشار میدید بهش فکر بکنید. الان مچ پای چپتون رو شل نگه دارید، بذارید روی زمین و همینطور احساس میکنید که پای چپتون شل و سنگین شده. بذارید پای چپتون کاملا آروم بشه. و الان تفاوت رو احساس بکنید. اون موقعی که مچ پای چپتون رو بهش فشار می آوردید و موقعی که شلش کردید، این دوتا احساس با هم چه تفاوتی داره. الان همین تمرین رو روی پای راست انجام میدیم. مچ پای راستتون رو به طرف خودتون تا اونجایی که میتونید به طرف بالا، یعنی به طرف خودتون، بکشید و فشار بدید. الان فشار و تنش رو توی پای راستتون احساس میکنید. الان پاتون رو دیگه شل کنید و تا اونجایی که میتونید بذارید پای راستتون کاملا شل باشه، روی زمین بذاریدش که پاتون احساس سنگینی و راحتی روی کف زمین بکنه. و تا اونجایی که میتونید به پاتون اجازه بدید که احساس آرامی و راحتی بکنه. و باز هم به این مسئله توجه داشته باشید که تفاوت موقع منقبض کردن و موقع منبسط کردن پا چه احساس مختلفی بهتون دست میده. الان تمرین رو روی هر دو تا پاهامون انجام میدیم. هر دو تا پاهاتون رو همزمان منقبض و سفت میکنیم. الان هر دو تا پاهاتون رو، مچ پاهاتون رو به طرف خودتون بکشید و فشار بدید و همینجوری نگه دارید. و احساس میکنید که توی هر دو تا پاهاتون یه فشار و یه تنشی وجود داره. الان خیلی راحت میتونید نفستون رو بیرون بدید و همینجوری که دارید نفستون رو بیرون میدید توی هر دو تا پاهاتون احساس راحتی بکنید. خیلی با آرامش، با هیچ عجله‌ای به نفس کشیدنتون ادامه بدید.
و تا اونجایی که میتونید بذارید پاهاتون کاملا نرم و احساس آرامش بکنن. و همینطوری احساس بکنید وقتی پاهاتون رو روی زمین گذاشتید چقدر پاهاتون احساس راحتی، سنگینی و گرمی میکنن. الان میتونیم تمرین شکم رو انجام بدیم. همون جوری که سر جای خودتون نشستید، قسمت پایین کمرتون رو به تکیهگاه صندلی بچسبونید. الان تا اونجایی که میتونید شکمتون رو بهش فشار بیارید، منقبضش بکنید. برای چند لحظه نفستون رو نگه دارید، توی سینه‌تون حبسش بکنید. الان میتونید راحت نفس بکشید، خیلی آروم. و تا اونجایی که میتونید عضلات شکمتون رو شل نگه دارید و آروم نفس بکشید و اجازه بدید که همه بدنتون استراحت بکنه. و همینطوری احساس میکنید که شکمتون نرمتر و راحتتر میشه. الان میتونیم تمرین قفسه سینه رو انجام بدیم. قفسه سینه خودتون رو منقبض بکنید، یعنی یه نفس عمیق بکشید ولی به صورت آرام و ششهاتون رو پر از هوا بکنید. حالا نفستون رو یه 2-3 ثانیه حبس بکنید. احساس فشار و تنش توی سینه‌تون هست. الان راحت نفس بکشید. بذارید نفستون آزاد بشه. و تا اونجایی که میتونید ششهاتون رو تخلیه بکنید. خیلی آروم بدون هیچ عجله‌ای نفس بکشید و بذارید قفسه سینه‌تون خیلی شل و آروم بشه. و با هر تنفسی که انجام میدید، با هر عمل دم و بازدمی که انجام میدید، بذارید کلاً همه بدنتون استراحت بکنه و شل بشه. و همینطوری که دارید این تمرین رو انجام میدید، متوجه بشید که چه فرقی بین منقبض و سفت کردن و منبسط و شل کردن عضله ها وجود داره. تمرکزتون رو روی ریتم تنفستون بذارید. نمیخواد که تنفستون اصلا عوض بکنید. الان تمرین شانه ها رو انجام میدیم. الان شما میتونید هر دوتا شونتون رو به طرف بالا ببرید. بالا نگه دارید و احساس فشار و تنش توی شونه هاتون بکنید. نگه دارید و الان شونه هاتون رو بیارید پایین. شونه هاتون رو راحت نگه دارید. الان میتونید هر دوتا شونتون رو
خیلی آروم، راحت و شل نگه دارید. و همچنین به این توجه داشته باشید که چه فرق و تفاوتی داره اون موقعی که شونه‌هاتون رو منقبض و اون موقعی که شونه‌هاتون رو منبسط و شل میکنید. و با هر عمل بازدمی که انجام میدید احساس راحتی بیشتر و بیشتری بهتون دست میده. الان تمرین قسمت فک و گردن رو انجام میدیم. عضلات گردنتون رو به این صورت میتونید منقبض بکنید که دندوناتون رو به هم فشار بدید. همینجوری فشار بدید و نگه دارید. و احساس دارید میکنید که فکتون و گردنتون تو یه حالت منقبض و صفر شده‌ای هستن. همینجوری نگه دارید. الان دندوناتون رو شل بکنید، گردن و فکتون رو هم شل بکنید. الان هم قسمت فک و هم گردنتون تا اونجایی که امکانش هست بذارید شل بمونن و تا اونجایی که میتونید بذارید قسمت چانه و گردن تا اونجایی که امکانش هست شل و راحت باشن. الان میتونید که عضلات صورتتون رو منقبض و سفتشون بکنید. یعنی مثل این میمونه که دارید شکلک در میارید. همینجوری منقبض عضلات صورتتون رو نگه دارید. الان صورتتون رو به حالت عادی برگردونید. بذارید صورتتون شل باشه و تا اونجایی که میتونید عضلات صورتتون رو شل نگه دارید. یعنی عضلات پیشانیتون رو شل نگه دارید و بذارید چشماتون خیلی راحت و آروم بمونن. و همینطور چانه‌تون رو شل نگه دارید. بذارید که لب‌هاتون شل باشن و همینطور بذارید زبونتون توی حالت شل و آرامی توی دهنتون باشه. و احساس بکنید که یه احساس خیلی آرامی به صورتتون دست داده. و بعد از اون به این فکر بکنید که موقعی که عضلات صورتتون، گردنتون و چانه‌تون رو سفت می کردید با اون موقعی که این عضلات رو شل و منبسط می کردید با هم چه فرق و تفاوتی دارن. و الان در قسمت پایانی تمرینمون به این فکر بکنید که بدنتون چقدر آروم شده و همون جایی که نشستید یه احساس آرامی بهتون دست داده. مثلا قسمت پایین تنتون
قسمت میان تنه و همچنین قسمت بالا تنتون. و همینطوری احساس بکنید که اون صندلی که روش نشستید چجوری وزن شما رو روی خودش گرفته و شما دارید اونجا استراحت میکنید. همون جوری که نشستید باشید و راحت بمونید. و اگه میخواید که آرامشتون رو بیشتر و عمیق‌ترش بکنید، یه نفس عمیق بکشید، نگه دارید نفستون و الان نفستون رو تخلیه بکنید. به خودتون اجازه بدید که این حالت استراحت و آرامشی که بهتون دست داده توی بدنتون و توی ذهنتون احساسش بکنید. و بعد از تموم شدن این تمرین هم بدنتون و هم روح و روانتون رو آروم احساس میکنید. الان یه احساسی بهتون دست داده، مثل این میمونه که یه انرژی جدیدی به دست آوردید و الان در حال حاضر که بدنتون، روحتون آروم شده، چه کلمه‌ای میتونه بیان کننده این مسئله باشه؟ این کلمه میتونه آرامش و میتونه شل شدن عضلات باشه، یا هر کلمه‌ای که خودتون میتونید درست بکنید که باهاش احساس راحتی بکنید. و الان این کلمه رو همیشه یادتون باشه. این کلمه مثلا آرامش یا احساس راحتی، هر وقت خواستید میتونید این کلمه رو به ذهنتون بیارید و ازش استفاده بکنید. الان کم کم دیگه شروع کنید که خودتون رو بیدار بکنید. یه حالت حرکت نرمشی گرمشی انجام بدید. دستاتون رو یه تکونی بدید، پاهاتون رو تکون بدید که کم کم بیدار بشید. و هر وقت متوجه شدید که دیگه کاملا بیدار شدید، میتونید چشماتونم باز کنید. الان شما کاملا بیدار هستید و یه احساس خوب و آرامشی بهتون دست داده.